سلام بچه ها، خوش اومدیم به این ویدیو. من محمد هستم و اینجا چنل نمد ایکس چنل اسممو قبلا عوض کردم. الان من یه چند تا مرحله رفتم جلو و امروز میخوام آموزش دانلودشو بذارم و قبلش یه مرحله میرم و ببینیم چجوریه. ببینیم خیلی سخته بچه. من این مرحله شد به سختی دارم رد میکنم. اینو از اینا هم گرفتم شاپ اینجا. یه چیز دارم شاید نمیخواد اینجا که بزنی اینجا سریش قرار باختیم چیز کردیم میریم تو همه پرنت رزنده هم اینجوری باید باشه. اصولش هم برای بهتر بازی کردن. سر وزن از این زامبیا قرار سر زیاد پاره بشیم. در حال زامبیا باز خیلی سخته واقعا. درست دیگه چی کار میکنیم من نمیدونم. حتی اینم بذاری دیگه از باش معلومه چی کار میکنیم. من قبول کردم که باختم، واسم این برای چیز بلش مهم نیست. شما میرین تو این گوگل
عبارت رو سرچ میکنه. ببینین اینو سرچ کنین. اینو سرچ کنین. حالا خواستینم برنامه‌ش هم دانلود کنین. هیچ این مثل همین مارکت و اینا بازار اینا میمونه، باش چیز دانلود میکنن، برنامه اینا دانلود میکنن. حالا چرا گفتم این؟ ببینین اینو من از اینجا پیدا کردم. حالا شما میایین تو قسمت سرچش چیکار میکنین؟ مینویسین پلنتر زامبی. من حالا دارم فکر کنم برعکس مینویسم، دقیقاً نمیدونم. سرچ میزنیم، خیلی آسونه. کلی پلنتر زامبی میاد اینجا. اینو میبینین؟ این دقیقاً دقت کنین. این زامبی که مغز دستشه، میرین این تو، بعد میری این تو و بعدش این بالایه رو میزنی. اینو نها کنین. اینو که زدین میاد تو این سایته. خب یکم صبر میکنین. اینم میزنین. بعد اینو میزنین، بعد اونو میزنین، بعد یکی دیگر رو میزنین و چند نفر رو میکشین. بعد اینجا دیگه نوشته داره دانلود میشه. حالا وقتی هم البته راستی حتما بهتون بگم، برای اینکه بتونین برین تو این برنامه و فیلتر شکن باید روشن باشه. نها کنین فیلتر شکن روشنه مال من. حالا اگه میخوایم مثلا بازی‌های دیگه هم مثلا مثل همین چی بود اسمش، تو چنل هم یه دونه هک شده گیاهان علیه زامبیا گذاشته بودن. اگه میخواین واسهتون اسمش چیه آموزش دانلودشو بذارم، همینجا بهتون میگم و فقط یه لحظه بذارین بهتون میگم. برای اونا هم قراره همینجوری دیگه میایم اینو نصب میکنیم. اینم برای اون ویدیو هست. اگه سوال در مورد اون داشتیم برای اینو دانلود کنین. میتونین هک شده پلنتر زامبی رو تجربه کنین. خیلی هم حال میده. نسخه های دیگه هم آورده، خیلی هم عالیه. حتما نصبش کنین و امتحانش کنین. فعلا خداحافظ تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.